سلام به روی ماه همگی. امیدوارم حال تک تکتون خوب باشه، در پناه حق صحیح و سالم، آرامش توی زندگیتون، هرچی آرزوی خوبه برای شما عزیزان دارم. امروز من دارم میرم رنگ موهامو عوض کنم، چون دیگه وقتی که اون لایت ها اومده پایین، زمینه موام دیگه قهوه‌ای شده، یه ذره دلمو زده. دلم میخواد که این لایتاش پرتر بشه، منتها برای اینکه وقتی موامون لایت نداره میخوایم بریم جای لایت در بیاریم، خب خیلی کار راحت تریه. ولی برای اینکه لایت داره و میخوایم روشن‌ترش کنیم و رنگش رو عوض کنیم، واقعا باید جایی بریم که بتونن در بیارن، چون این لایت های قبلی میسوزه. خیلی باید وارد باشن که بتونن لایت های قبل رو نگه دارن، نسوزه، بقیه موها رو روشن کنن. ساناز خواهرم رفته بود یه مرکزی که حالا موهای ساناز هیچ رنگی نداشت، ولی خب خیلی رنگ جدید و یعنی لایت جدید و قشنگی براش در آورده بودن روی موهای خودش. دیگه منم دلم خواست و گفتم که موهام هم خیلی قهوه‌ای شده، همین که دلم خواست لایتاش بیشتر بشه. با اون خانم صحبت کرد و ایشون گفت بیاید. حالا امروز جمعه است. من وقتی که جمعه این کارا رو انجام بدم دیگه خیلی خوبه، وسط هفته به همه کارام میرسم. خوشحال شدم که جمعه بهم وقت دادن. الانم دیگه حاضر شدم برم اونجا ببینیم که چی از آب در میاد. هوا هم بد نیست، ابری آفتابی نیست، ولی خب خنکم نیست امروز. من با فائزه جون ساعت 10 صبح قرار داشتم. روز جمعه هم بود، خیابونا خلوت. همیشه هم عادت دارم هر ساعتی که قرار دارم تقریبا 1 رو 10 دقیقه زودتر خودمو میرسونم. دیگه اینجا منتظر فائزه جونم. این مجله رو دیدم، انقدر خوشم اومد از این جواهری که گردن این خانوم بود، گفتم به شما هم نشون بدم. هم خیلی خوش رنگه، همین که خیلی خوشگله. مجله رو نگاه کردم و منتظر شدم و یه خانومی اومده بود برای کاشت ناخون. رنگ ناخونش خیلی قشنگ بود، اونم دیدم. و کلا توی سالن‌های آرایشی سر آدم گرم میشه، تنوع میبینی، رنگ موها رو میبینی، آرایش‌ها رو میبینی. من که خودم خیلی محیط سالن رو دوست دارم. رفتیم برای ترمیم. من که خیلی دلم میخواست کلن روشن بشه، تمام اون رنگ‌های قهوه‌ای که دارم روشن بشه. بعد اینجا چون آهنگ بود، فائزه جون صحبت کردن، من نداشتم. در مورد سلامت مو دارن میگن که آسیبی بهش نرسیده، رنگی هم که خواستم باز کرده، چون واقعا موادشون خیلی مواد خوبی بود. خودشون هم چون خیلی سابقه کار دارن، من راضی بودم از کارشون. اینجا هم ساناز برام ناهار گرفت، که گفتم نمیخوام، من تو سالن نمیشه ناهار بخورم. خب نگرست نمیشه. ساندویچ برام گرفته بود آورده بود و دیگه یه لقمه همجوری خوردم و بقیه‌شو گذاشتم کنار. ولی خب مراحل موام خیلی طول کشید، چون لابلاش لایت داشتم، باید لایت ها جدا میشد، لایت ها آسیب نبینه تا اینکه بقیهش روشن بشه. ببینید رنگش خیلی باز و خوب شد بدون اینکه آسیب بزنه. بعد این فویلا رو، یعنی کار خیلی پرزحمتیه، فویلا رو چند بار باید باز کنن، شارژ کنن، نگاه کنن. من چون خودم یه دوره دیدم میدونم که کار پرزحمتیه. الان بدون اینکه روش رنگ ساژ بشه، موهام هم هنوز خیسه، اون رنگ اصلی مشخص نیست. ولی خب الان اینجا نشون میدن که هیچ آسیبی به موها نرسیده. دیگه دو دورم شستن، یکی دکلورا رو شستن، بعد دوباره رنگ ساژ کردن، زمینه مومو رنگ کردن که یکم مشکی در اومده بود. اینم از نتیجه کار، هم براقیتش حفظ شده، هم سالمه. یکم هم پایین موهامو کوتاه کردم. شاین مو سلامت مو ترمیم بوده بدون خط و مرز. قربونتون برم، مبارکتون باشه. خیلی خوب شد، دستت درد نکنه. فداتم عزیزم، مبارکتون باشه. همینطور که صبح براتون گفتم موهای لایت شده خیلی کار حرفه‌ای میخواد. فائزه جون ببینید چقدر قشنگ موهای منو در آورد با اینکه لایت داشت از قبل. حالا برم خونه کامل نشون میدم.
تموم شد. صبح که داشتم میرفتم یه ذره استرس داشتم، ولی خب چون فائزه جون روی موهای ساناز کار انجام داده بودن و من خیلی پسندیده بودم، میدونستم که خوب میشه. باز با این حال تاکید کردم، گفتم من روشن میخوام بشه. اون دفعه روشن نشده و اینا، ولی با وجود لایت هایی که بود، ساناز الان میگه چهرهت هم خسته است، تازه اونطوری آرایش هم نداری، ولی خیلی خوب شده. خیلی از کارش راضی بودم، خیلی. 10-11 ساله که توی این کارن، واقعا حرفه‌ای با تجربه. بعد الان هم داریم میریم یه فروشگاهی که لباس مجلسی داره، بریم لباس مجلسی ها رو ببینیم. میگن خیلی لباس مجلسی هاش قشنگه، که اگه بعد از محرم، آره دیگه بعد از محرم میشه مجلس داشته باشیم که احتمالاً داریم دیگه، تولدای قبل بریم ببینیم چه خبره دیگه. بچه‌ها اون سری رفته بودن، میگفتن که هم قیمتاش خوب بوده هم مدلای قشنگی داشته. با این سالونی هم که من رفتم فاصله ای نداره. ساناز هم زحمت کشته اومده دنبالم، برام ناهار گرفته دیگه. با هم دیگه داریم میریم اونجا خواهرانه. این زرافه اینجا بود، پشت درخت. ولی نمیذارن فیلم بگیری. من دارم. بعداً هم براتون توضیح میدم درباره این لباس ها، ولی خب رنگا بیشتر تیره بود، قیمتش مناسب بود، ولی خب خیلی لباس های کوتاهش تنوع داشت که خب من نمیخواستم کوتاه باشه. در مورد لباس های بلند به نظر من برای فامیل درجه 1 مناسب نبود. لخای جاپارد پیدا کرد. روز جمعه انقدر شروع این جوی پرکا رو دیدم با میوه های خشک، مثل بچه ها گفتم بلکه بتونم رژیمم رو شروع کنم. بعد اینجا انواع و اقسام آرد آماده کیک و دیگه جوی پرک با طعمای مختلف و همه مدل داشتن. فروشگاهایی که تنوعشون زیاده و خیلی دوست دارم. این قسمت هم روغنای مختلف بود. این روغنا رو زده بود روغنای آمریکایی، من تجربه نداشتم در موردش، ولی خب روغنای مختلف هم بود و اینا هم حالت دتاکس فکر میکنم داره، آبای طعمدار. چقدر اینا بامزه است. بچه کوچیک نداریم براش بگیریم. بزرگترین و کوچیکترین. دیدی روغنی طعم داره؟ این ابر جادویان خیلی چیزایی این قسمت هم که قسمت مورد علاقه من بود، میوه بود. بعد کلا من وقتی که میرم این فروشگاه متنوع پلاستیک فروشی، خیلی روحیم عوض میشه. این فروشگاه هم توی سعادت آباد بود.
انواع و اقسام نرم کننده های لباس و دیگه یه برندی هست به نام لنور که یه مایعی داره میریزیم توی محفظه اتو. بعد که لباس رو اتو میکنیم خیلی خوشبو میشه لباس. این لنور یه مدل خوشبو کننده هم داره که مثل نقلای ریزه کوچولو کوچولو میریزی تو محفظه ماشین. اون هم قشنگ تا 2-3 هفته لباسا خوشبو میمونه. بعد اینجا یه محصول جالبی دیدم برای موی گربه و سگ. اگر تو خونه داریم، اگر که مبلا لک میشه، خودش یه سر فرچه‌ای داشت، الان میبرم جلو نشونتون میدم، که هم پاک میکرد هم موها رو از روی مبلا اینا جمع میکرد. ولی خب من نخریدم. من خودم یه ابر مانند گذاشتم مخصوص این کار. مبلا رو باش پاک میکنم، بعدم جارو میکنم. ما برگشتیم خونه، از صبح همراه هم بودید، رفتیم سالن و یه سر رفتیم اون فروشگاه لباس رو که من لباس نخریدم به خاطر اینکه بیشترش کوتاه بود، خیلی هم کوتاه بود، بیشتر به درد جوونا و دختر بچه ها میخورد. لباسای بلندم داشت ولی خب حالا مورد سلیقه من نبود، ولی لباساش قیمتش مناسب بود دیگه، خوب بود، بد نبود، روی هم رفته. ولی خب اگر که شما عقد و عروسی مجلس دارید که برای ارقام درجه اولتون هست، به نظر من همون مفتح 7 تیر خیلی تنوعش بیشتره و دیگه همه مدل لباس داره و همه رنج قیمتی هست و دیگه میتونیم راحت تر انتخاب کنیم. بعد من رفتم فروشگاه خرید کردم. فکر میکردم که شب چی درست کنم. یه غذاییه که خیلی هم راحت درست میشه، هم بچه‌ها دوست دارن. من خودم اسمشو گذاشتم پیتزای شکم‌پر. پیتزای لقمه‌ای، پیتزای بقچه‌ای هم میتونیم بهش بگیم. به نظر من بقچه‌ای بهتره. حالا با هم دیگه درست میکنیم. دیگه رفتیم فروشگاه، موادشو گرفتم. نون پیتا بود و گوشت چرخ‌کرده دارم. پنیر پیتزا گرفتم و اینا که بیام آماده کنم. حالا بریم با هم دیگه این غذا رو درست کنیم که چون متنوعه میدونم خوشتون میاد. من همیشه وقتی که یه جایی میخوام برم شب برگردم، یه طوری حالا یا از روز قبل یه شامی چیزی میذارم، یا اینکه تو فکرم هست که بیام و چی درست کنم، تایممو زمان بندی میکنم. مخصوصا زمانی که بچه‌ام کوچیک بودن. مثلا این می‌خواستم برم دندون پزشکی، میدونستم تا چه ساعتی طول میکشه، یا یه موقع میخواستم برم و وقت دکترای دیگه داشتم، یا عصرونه میخواستیم بریم مهمونی، همین کارو میکردم. یا فکر میکردم که چی درست کنم که تازه نخوام بیام فکر کنم، یا اینکه آماده میکردم میرفتم. دیروزم چون میخواستم برم اینجا، گفتم که سر راه فروشگاه مواد این پیتزای بقچه‌ای رو میگیرم و برای بچه‌ها درست کنم که دوستم دارم. ولی خب دیگه از زمانی که بچه‌ها بزرگتر شدن، خب راحت‌تر شدن. اگر خونه ان که خودشون یه چیزی درست میکنن، منم میام دیگه غذا آماده است. اگرم که نیستن، منم که میام با هم دیگه یه چیز حاضری میخوریم. ولی خب بچه‌ها تا کوچیک بودن من خیلی اهمیت میدادم به اینکه غذا داشته باشن. خب این غذای ما اول قالب لازم داره، از این قالب‌های تو خالی که برای کیک استفاده میکنیم. نون پیتا هم هست که براتون توضیح میدم چی کار کنیم. دیگه پیاز خورد میکنم، گوشت چرخ کرده مثل مایه، مثلا ماکارونی. از سبزیجات دیگه هم میتونید استفاده کنید. توی این گوشت فلفل دلمه میتونید بریزید، ذرت، نخود فرنگی، دیگه قارچ. الان من هم فلفل دلمه داشتم هم که قارچ داشتم، اینا رو استفاده میکنم. این سبزیجات رو میتونید از همش استفاده کنید، خوشمزه هم میشه. من میخوام هویج بریزم توش با قارچ و دیگه فلفل دلمه. میگم شما از هر چیزی که دوست دارید میتونید استفاده کنید. حتی دوستانی که گیاهخوارن، دوست ندارن از گوشت استفاده کنن، میتونن فقط سبزیجات استفاده کنن. مثلا همین فلفل دلمه و هویج و کدو و دیگه فلفل دلمه و هر چیزی که دوست دارید، یا از سویا استفاده کنید. این غذا اونطوری نیست که باید حتما گوشت داشته باشه، باید حتما اینو داشته باشه، اونو داشته باشه. نه، یه موادی میخواد برای داخلش. پنیرش مهمه، میتونید از مخلوط پنیر چدار و پیتزا استفاده کنید، یا نه فقط از پنیر پیتزا استفاده کنید. به نظر من پیش غذا هم برای مهمون بذارید خوبه.
خوشمزه میشه. پیش غذا هم برای مهمون که هم شکلش خوشگله بیارید سر سفره، هم که خب یه غذایی که همه پسنده دیگه. هویج هم میتونید نگینی کنید، نگینی ریز میتونید رنده کنید. من رنده میکنم. فصل باقالی و نخود فرنگی هم هست دیگه، کم کم باید بگیریم آماده کنیم که داشته باشیم. ولی خب فروشگاه ها جدیدن همه چی دارن. حالا یکم قیمتش بالاتر میره، مثلا ما بگیریم بذاریم فریزر باقالی رو یا نخود فرنگی رو توی فصلش، خیلی بهتره که توی زمستون بخوایم بسته بندی بخریم، ولی گیر نمیافتیم. قبلا دیگه نبود، اگر نمیگرفتیم دیگه گیرمون نمیومد. ولی خب دیگه حالا به لطف فروشگاه ها همه چیز هست، اگر که بخوایم لازم داشته باشیم میتونیم تهیه کنیم. فروشگاهی هم که ما دیروز رفته بودیم خیلی کامل بود، همه چیز داشت. این جو پرکارم من گرفتم که با میوه های خشک بود. اگه خدا بخواد دلم میخواد یکم رژیم بگیرم که اگر مجلس داریم بعد از این 2 ماهی که در پیش داریم یکم لاغرتر شده باشم. ولی خب قبول دارید هر چی سنت میره بالاتر هم رژیم برات سخت‌تر میشه، هم که وزن دیرتر میاد پایین. من قبلا اراده میکردم سریع رژیم میگرفتم، به هیچ جای من بر نمیخورد، سریع هم وزنم کم میشد. ولی الان نه، متاسفانه. همین که خیلی زود وقتی که رژیم میگیرم اعصابم به هم میریزه، حتما باید خیلی منظم و دیگه پروتئین رو حتما استفاده کنم و روی برنامه باشه، یا مغزیجات حتما باید باشه چون سرگیجه میگیرم. بعد توی یه وعدم حتما باید گوشت باشه. اینا رو باید مراعات کنم. ولی قبلا نه، مثلا یه مدت برنج و دیگه نون رو کم میکردم، دیگه مضرارم نمیخوردم مثل سس و این چیزا، سریع هم وزنم کم میشد. ولی خب میخوام اراده کنم دوباره با یه رژیم درست ببینم که میشه کم کنم. این شد سبزیجات من: قارچ و فلفل دلمه و دیگه پیاز و اینم هویجم، اینم گوشت. بریم واسه درست کردنش. دیروزم روغن کنجد گرفتم که مخصوص سرخ کردنیه. اینم روغن کنجده، ولی خب مخصوص سرخ کردن نیست، برای پخت و پز و سالاد و اینا. تو اون فروشگاه روغنای مختلفی بود: روغن گردو، روغن نارگیل، روغن برنج. من روغن برنج تا حالا نشنیده بودم. بعد روغنای متنوعی بود. روغن هسته انگور بود، ولی خب همش خارجی بود. روغن هسته انگورش 1 لیتریش در میومد 1,200,000. دیگه من بقیه رو نپرسیدم، فقط کنجد معمولی و کنجد مخصوص سرخ کردن گرفتم. بعد روغن زیتونم که دارم، این روغنا رو استفاده میکنم دیگه. میخوام تا جایی که بشه از روغنای معمولی استفاده نکنیم. قیمتش بالاتر هست، ولی ما بخوایم که به مقدار مناسب کم توی غذا استفاده کنیم، به نظر من همین روغنا خب مناسب تره. پیاز که سبک شد اومد روی روغن، گوشت چرخ کرده رو اضافه میکنیم به همراه نمک و زردچوبه و دیگه ادویه‌ای که به گوشت میزنید. حالا اون سلیقه‌ایه. من خودم آویشن زدم و دیگه ادویه مخلوطم کامل اینجا سرخ شد. هویج رو اضافه کردم. هویجم یه تفت کوچولو میدیم، میریم سراغ فلفل دلمه‌ای. فلفل دلمه‌ای هم جدا من اینجا
تفت دادم و استفاده میکنم. شما میتونید مخلوط هم بکنید، هیچ فرقی نداره. لایه به لایه با پنیر استفاده کنید توی غذایی که حالا با هم دیگه میبینید. موادمون آماده شد. شما میتونید هم مواد رو با هم درست کنید اگر وقت ندارید، هم میتونید جدا جدا درست کنید، مرحله به مرحله اضافه کنید، هیچ فرقی نمیکنه. حالا اولین کاری که میکنیم چیه؟ این نونی که من خریدم باز میکنم. فرم گذاشتم رو پیش گرمایش. حسین تشریف بیارید جلوتر. اینجا رو بگید. این نونا رو ما برش میکنیم، حالا یا از این سمت یا از این سمت، فرقی نداره. تقریبا یه جوری کنیم که اندازه هم باشه. ببینید اندازه این قطرش رعایت بشه. کامل برش میکنیم. این دایره ها میمونه کنار، برش هامون رو نگه میداریم. قالب رو چرب کنید. کامل دماجش رو چرب کنید. این نونا که برش کردیم و ببینید میچینیم توی قالب. اینطوری. این قسمتش رو هم قرار میگیره، ولی این قسمت تقریبا کنار همه. تا آخر این نونا رو میچینیم. پوشش بده قالبو این شکلی. میریم تا آخر. اینا رو دقت کنید، یه طوری بچینید که این نونا تقریبا یه تیکش روی هم باشه که باز نباشه. دقت کنید اینجا کامل روی هم باشه. اول یه لایه پنیر میریزیم. بعد از یه لایه پنیر شروع میکنیم اینجا رو از مایه گوشتی. اینایی که گفتم مرحله به مرحله میتونید درست کنید. مثلا میتونید گوشت بریزید، یه مرحله هویج سرخ شده، یه مرحله فلفل دلمه، یا اینکه همه رو مخلوط، فرق نداره. از فلفل دلمه و قارچ دوباره مواد گوشتیمو یکم من جعفری دارم، اختیاریه، میتونید بریزید میتونید نریزید. لایه روش و کامل ما پنیر میریزیم. حالا این نونا رو میذاریم این رو. اگر که این مواد پرتر باشه اینا بالاتر قرار میگیره. منتها مواد من دیگه نخواستم از پنیر پیتزا بیشتر استفاده کنم، تا این بالا بیاد اینا هم میاد روی این. نونا رو همه رو میبندید روش. یکم هم روغن میزنیم روی این. میذاریم توی فر به مدت 1 ربع تا 20 دقیقه، چون موادمون که پخته است. میخوایم آب بشه فقط پنیرش و نونش یکم چیز بشه، طلایی بشه. 1 ربع تا 20 دقیقه دمای 180 درجه. ببینید این شکلی شد. حالا برمیگردونیم توی یه ظرف، مثلا مثل این ظرف.
ببینید چه خوشگل شد. اگر شما میخواید نون زیر طلایی تر بشه، حالا یه چند درجه یه مدت بیشتری بذارید. ولی من دیدم روش دیگه داره طلایی میشه، ترسیدم و بازش کردم، خاموشش کردم. اینم از پیتزای حالا یا بقچه‌ای یا پیتزای شکمپر ما. بعد شما میتونید اگه برای مهمان درست کردید، این وسطش که خالیه و این وسط که خالی مونده و میتونید حالا از گوجه گیلاسی استفاده کنید، از زیتون استفاده کنید، از هر چی استفاده کنید. این وسط هم خوشگله، دورش هم میتونید تزیین کنید و بیارید برای سرو. یا اگر که بیرون آوردید دیدید روش میخواستید طلایی بشه نشده، زیرش منظورم که اومده روش، میتونید یه 2-3 دقیقه دیگه بذارید توی فر. برش که میکنید سرو میکنید، چون این نونو هم حالت چیپسی پیدا کرده، خیلی خوشمزه و باب تب میشه، مخصوصا باب تب بچه ها. اینم از ویدیو امروز ما. امیدوارم که خوشتون اومده باشه. تا ویدیوی بعدی به خدای بزرگ میسپارمتون. خدا نگهدار.